طبیبان تاجیک بار اول یک نمود جراحی را انجام دادند که در کشور بی سابقه بوده است. این جراحی در مرکز جمهوریوی سرطان شناسی در یک دختر 10 ساله به طور رایگان صورت گرفته است. هنگام مراجعت مشکل نفس کشی داشت. تماما نفس کشیدن نمیتونست با یک زوری و وقتی هنگام گذراندن تشخیص‌های علاوگی از اون جمله توموگرافی کامپیوتری و برونکوسکوپی معلوم بود ببینید که آموس بدصفت که در درون خیرنوی جایگیر است پررا خیرنوی رو ایوتا کرده است و باعث اون شده است که یعنی از دو سه قسمتی همون تراخیه رو محکم کرده است و هوا نمیگذارد و این باعث اون میشد که کسالو قریب نفس کشیده نمیتونست. در دورهای پیش به همین گونه بیماری ما یک نایچه تراخستوم گذاشتیم پایین‌تر از این تراخیه تنها با مقصد نفس کشی، ولی آموز در جای خود می‌ایستاد و این بیماری دوردراز زندگی نمی‌کردند. خوشبختانه از ما همین دخترک ما اجرا کردیم، آموز پورا بریده گرفته شد و همین خیرنوی از نو به هم چسبانیده شد. جراحی 2.5 ساعت دوام داشته به قول طبیب آسان نبوده است. وقتی که جراحی واقعا لحظه‌ای بودند، خصوصا در وقتی که خیرنوی همون سگمنتی که با آموس ایوتا شده است بریده شود، از همه لحظه‌های دشوار است. وقتی که ما خیرنوی رو میبریم در همین وقت باید زود نایچه‌ای که به همون هوا بود روان کرده شود به قسمت دیستالی همون تراخیه وارد کرده شود و این یکی از لحظه‌های بسیار مشکل بود. وقتی که آموس خیرنوی بریده شد در آوردن اون خیلی مشکل بود. این لحظه رو خیلی خوب با یک یعنی حرفو به یک کس نقل کردن خیلی دشوار است، ولی از خود میگذرونه، ولی وقتی که نتیجه کار رو میبینی همه این چیزو پشت سر میشن. مریم بعد 5 روز بیستری اکنون به خانه اشان برمیگردد. طبیبان فعلا وضع سلامتیش را خوب ارزیابی کردند. مادرش تا جراحی او به سراغ چند طبیب دیگر رفته بوده است. دکتر مراجعت کردیم ناحیه‌مون به گفتن که این الرژیست که بیران خید گفتن خیلی چنین کردیم و یک ریزگی هم صد نداد. 2 ماه گذشت دختر نابردمون همون سنی همینشون سبب شدنده آوردیم دوشنبه به اینشون داده دیده گفتن که این یگانه راه جراحی گفتن نفس کشی نمیتونست، خیلی مشکل بود نفس کشید. خدا را شکر که همین دختر سبب شدنده دخترچه درش به دوای افتن. چون این نوع جراحی در کشورهای خارجه امکان پذیر بود، ولی به خانواده های مثل مادر مریم آسان نیست. طبیبان میگویند من بعد این گونه بیماران را می توانند در کشور جراحی کنند. بنا به آمار رسمی فعلا در تاجیکستان بیش از 20,000 نفر مبتلای سرطان است. اما آمار دقیقی که چند نفر آنها به چنین جراحی نیاز دارند وجود ندارد. در تاجیکستان طبابت و جراحی بیماران سرطان رسما رایگان پیش بینی شده است، ولی ساکنان به این چیز شبهه دارند.